این بنده خدا پای روز یه دونه گیربکس جمع کرد اون واسه 405 آقا صادق رفته بیرون 2 تا تکاب کشیده پوسته گیربکس شکسته. معلومه پوسته گیربکس پوسته گیربکس شکسته دوباره اومد یه پوسته انداخته. حالا شاید بگی مثلا اینایی که تو سوشال نشون میده عقب جلو دستی میکن اسمارت رو میکنن از اونا چیکار میکنن؟ ببین این هوزینگ 1800 405 این هوزینگ 2000 زانتیا. اگه میخوای تکاب بکشی اون کارهای حرفه‌ای رو انجام بدی بالا بری پایین بیای عقب جلو زور بگیر وایست نیاد گیر وایست خود نکنه باید هوزینگ 2000 زانتیایی بندازی. اونایی هم که تو سوشال این کارهای حرفه‌ای انجام میدن هوزینگشون رو 2000 انداختن وگرنه موسیقی وایست ری بده تو هر تکاب تو هر عقب جلو شکسته داده باید بری کلی هزینه کنی. اینا قیمتش دوربر 8-9 تومن کار کرده شد. ولی خب خیالت بیام راحته بده بره واسه 405 سواره دستی کشید.